بریم برای درست کردن یه همبرگر رژیمی خوشمزه. ادویه ها من از زردچوبه، فلفل قرمز، پودر سیر، نمک استفاده میکنم. یه عدد پیاز متوسط رو رند درشت یا ریز بزنید، فرقی نمیکنه. حتما آبش رو بگیرید و به موادمون اضافه کنید و خوب ورز بدید. حالا از یه درپوش استفاده بکنید، کیسه فریزر بذارید و گوشت رو به قالب اون درپوش در بیارید. مهمترین نکته یه همبرگر رژیمی که قراره گریل بشه همین جایی که به مدت 45 دقیقه باید بره فریزر. این کار باعث میشه که همبرگرامون به مایتابمون نچسبه. بریم برای آماده سازی ساندویچ. نوش جونتون بشه.